یاره ای پیر حراق نمیرینه که گشنش نشه. تو میخوای ای پول قرض بگیری؟ نه ساده ای من الان 3 روزه که دارن التماسش میکنه ازش میگن که پولم بده برن 2 تا صندوق گرجه بگیرم یا رو بهش بگیرن تو خونه او باشه ساس گرجه داشته باشه. میگه نمیدم. بگو میخوای بذاری میراث خار بخوره. خبر مرگت بگو میخوای ببری تو گور. ای مریدن تو هر چی شوهر خسیس گداه 70 ساله نه لیلو فر برای هر چی التماس کردن. لیلی فر نداری اگه می قرضم بدی به خدا رو به گرجه که گرفتن تو هم میدم. بینا نمیگی میای؟ حال شانس من رحمانم مثل باباشه. یه چیزی که میخوام بخرم از 3 هفته قبلش هی باید مقدمه چینی بکنم که آماده بشه بهم پول بده. برو گم باشو. بچه بیارم پرس من با این پیرمرد گده خسیس مقایسه میکنی؟ بچه من خواهر چی زحمت کشیدش میریزه تو کارت تو شو نداریش. طلبکارشن هستی 2 قرت نیم تباقیه. راضیه ناشکری میکنه. من همیشه اتفاقا گفتن رحمان کشیده رو مادرش. خیلی دست و دلباز سرش برای خودش نی. راضیه چون سر کار نمیره قدر پول نمیدونه. من خودم خیلی مدیریت مالی خوبه ها. پس انداز میکنن دیدی خو خارجن رفتی. شیرینیش تازه میخوری؟ بیا تو چای بخور اگه چیزی هم مونده از اون شیرینیه به منم بده. لیلو فر این شیرینی عجله و اشرف بردا. این هم برای تنخوای خودش فقط مدیریت داره. نه اینجا که میاد آنگاه حافی میفته رو قضیه مفت. ضیفه تموم کرد همه شیرینی ها. نه همه پارسا بقیه پول من ورد و بیو 200 تومن دستت دارم.